سلام، چطورین؟ بچه‌ها ما امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. می‌خوایم چیکار کنیم؟ خب ما خیلی یهویی تصمیم به سفر گرفتیم و می‌خوایم بریم کجا؟ تهران. خب حالا همچین که تهران کجا داریم؟ و یک موقعیت خاصی هم بود به خاطر اینکه تولد دختر خالم بود. ما خیلی هماهنگ داشتیم می‌کردیم که اوکی الان بریم سورپرایزش کنیم و اینا، خودش نفهمه و مثلا یه جوری رفتار کنیم که انگار نمیایم و فلان اینا. ولی خب هماهنگ کردیم با خالم که می‌خوایم امشب بریم. حالا بلیتمون چه؟ ساعت 23:50 11:50. این رسما 12 شب. الان می‌خوایم بریم چمدون رو ببندیم. ساعت الان چنده؟ ساعت 6:40. ساعت 6:42 بعد از ظهر. 5 ساعت دیگه می‌خوایم راه بیفتیم. بریم چمدون رو جمع کنیم و بریم. ما این چمدون مامونده این یک دونه چمدون کامل مال جفتمونه، یعنی رسما لباسه هر دوتامون این توه. من حالا ببینم چی برداشتم. من 1 2 3 4 تا دفترچه برداشتم. این اسکچ بوکمه، گفتم حالا شاید یک فرصتی پیش بیاد من اونجا بتونم یه کاری بکنم. این دفتر چیه؟ این دفتر قراره که پلنا و استارت یوتیوبمون داخل این نوشته بشه. یه قسمتش که موقعی که من درس میخوندم، این قسمت برنامه‌ریزی درسیم بود، حالا نمیتونم خیلی چیزی نشون بدم ازش چون چسبش زدم، ولی جدولی بود. الان اینا چسب زدم مثلا پایان یک دوره و قراره از اینجا به بعد و با بیتا تسنیم خودم بشینیم اینجا محتوا و برنامه‌ریزی یوتیوب رو بنویسیم. و این چیه؟ این چیه واقعا؟ اینم که یه سری خرت و پرت توش می‌نویسم. این یکی چیه؟ این یکی نمیدونم چیه. عالیه. بعداً تصمیم میگیرم اینو. از این طرف تو جامه دادیم چیا دارم؟ هر چیزی که فکرشو بکنی. منگنه، چسب، برق، آب سفیده، چسب، خلاصه قرص، یه قرص دیگه. یه ماگ برش گرفتیم با یه دفترچه چون برگنجیری خیلی دوست داره، با 2 تا روانویس که این لاماه. خانمه گفت من اینو خیلی فروش داشتم. بعد بچه‌ها الان مسواکامونو هنوز بر نداشتیم. یه کوله اون پشت هست، اون تو لپتاپ من برداشتم، بیتام جزوه و کتابای درسیشو برداشته. چیه مامان؟ چی شده؟ ما این چمدونمون کاملا که نه تقریبا تکمیله، فقط باید که همه اونا اون پشت جا میشه. این خانم بزن بهتون نشونش بدم. این آقا هم که دیگه این خانم هم که چیه؟ حالا قضیه این دسته گله چیه؟ 5 روز دیگه تولد مامانم، ما نیستیم مشهد. مامانم به خاطر کارش نمیتونه فعلا بیاد ولی میاد پیشمون. بعد ما هم امروز رفتیم براش کیک و کادو و گل گرفتیم. اگه شهریوری زیاد. من قراره یه میکاپ چشمی انجام بدم که عکسشو میذارم اینجا. ساعت 5 دقیقه به 7 فکر کنم 7. الان خیلی زوده بخوام انجامش بدم چون که مثلا حدودا ساعت 10 اینها راه میافتیم که برسیم فرودگاه. پس مثلا حدودا ساعت 9-8 و نیم اینا انجام میدم. بعد دیگه فکر کنم پارت بعدی بشه فرودگاه و این حرفا. میخوام سوار اینا شم. ماما منو سوار اونا کن. ما توی فرودگاه گم شدیم، افتادیم دنبال یه آقایی که میگیم شما کجا داریم، یه ما رو ببریم. ای خدا مامان ما رو نگاه. ما هیچ اطلاعاتی نداریم، افتادیم دنبال مردم. ماما این داره میره خارج شاید. خوب تهران میره. ساعت چنده؟ ساعت 10:30. اینا گرفت 35-36. بریم دیگه به سلامت. ما اینجا داریم میریم، مامانمو دیگه نمیبینیم. همین الان
تمرین پروازمون تاخیر داره. از ساعت 10 دقیقه به 12 رفت به 12:45 دقیقه. یعنی رسما 55 دقیقه تاخیر داره. آره بچه بزنین اینو بهتون بگم. بچه بزنین از امروز بهتون بگم. تصمیم گرفتم صورت واموندم و اصلاح کنم. خب آقا من این تیغو برداشتم کشیدم. بعد نتیجهش اینجا میذارم ببین. اصلا انگار اسید ریختن. اینقدر داغ. یعنی میخوام بهتون بگم پوست حساسی دارم. من از این دختر خوشم اومده. خدا بریم ازت اینجا مراقبت کنیم. روانی میشه با این رنگ. بریم نگهداری کنیم ازت. بچه‌ها الان بعد 11:05 است و من حوصله‌ام سر رفته. 1 2 3 4 5 توی هر کاشی باید 2 تا قدم برداری. پاتم رو خط نره. پات نره خط سوختی. بچه این کتاب واقعا دراماتیک بود. لیلی بود اسم دختره. خاک تو سره. هری پاتر ها. این چیه؟ هرگز دروغ نگو. چشم. وای 027 تهران. تفلک این آتا نکنین 027 تحقیق دارد 12:45. ترسیدی؟ نه ترس. چقدر سرعتش زیاده. فکر نکنم. تو این مرحله جوری هم که انگار ذوق دارم. بچه‌م از سربازی اومده. یه جوری با ذوق اونجا میبینمش. بالاخره راه خروج رسیدیم بیرون. حالا بگر خاله رو پیدا. سرسره بازی نیفتم. سلام ماما. ای خدا. شما تاکسی میخوام؟ نه مرسی. ما از قصد گفتیم. ما همون روز که داشتیم با تو سوال کردیم کارو کنیم تو که خوشگله گوشتی تو کردی معموشه. خدا رو شکر. بس 10 دقیقه به 12 پروازمون شد ساعت 1 رو به 1. 10 دقیقه به 12 به تاخیر داره. قیافه هست. یا دیدم صدای خدا رو شکر. واقعا خدا رو شکر اومدی. قربه 1 دقیقه بیا بیرون. برای یه چیزای ناقابل که گرفتیم. مرسی عشقم. خواستیم یادگاری باشه. یکم تمیز میکردی اول دوربینو. جون چون برگرد چیزی دوست داشتی؟ چه خوشگل. وای نامو چه رنگی چقدر نازیه خدا. قربونتون برم چه زحمت کشیدید. هیچ کاری نکردیم جدی. من نگاه با لباسم درگیرم. آخ جونم برای سر کار بچه‌ها. دقیقا برای همین گرفتیم. مرسی. گفتیم بذاره رو میزش. یه بوس بندید. بوس. خانم محترم نظر شما چیه؟ تناسخ. به این سورپرایزی که شدی. این زندگی که دارم الان تجربه می‌کنم. خب نمیدونم چه جوری میشه که بعداً بخوام تجربه سورپرایز شدی.
خیلی جدی؟ تو خدا شد بچه واقعا بگرم کامل 2 ثانیه بعد از من بچه واقعا مرسی که ویدیو رو دید اگه دوست داشتین لایک کنین حمایت کنین از ما همین تا ویدیو بعد میبینیم